سلام به کانال من مهرداد فرهمند خوش اومدید. همونطور که اطلاع دارید دیروز انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد که در واقع تنها انتخابات عراق هست، چون رئیس جمهور رو هم مجلس انتخاب میکنه و ما حالا میخوایم بدونیم که نتیجه انتخابات چه اثری بر سرنوشت مشترک ایران و عراق، رابطه دو کشور ایران و عراق با هم داره، با توجه به اینکه هر دو کشور روی هم خیلی تاثیرگذارن. برای اینکه این موضوع رو خوب و دقیق بررسی کنیم، من بهتر دیدم که برم سراغ خبره این کار. دوست عزیز من محمد هورامی از بغداد الان با ماست و کاک محمد خوش اومدی. سلامت باشین. ممنونم کاک مهرداد. هم به شما و هم به کسانی که دارن این برنامه شما رو از طریق کانالت میبینن سلام عرض میکنم. خب محمد همونطور که گفتم دیگه از نزدیک دستی بر آتش داره و در حکومت عراق هم حضور داشته. مشاور رئیس جمهور پیشین عراق برهم صالح بوده و حالا هم خیلی نزدیک انتخابات رو دنبال کرده. محمد جان، من اینطور که دیدم این نتیجه انتخابات در واقع خیلی فرق زیادی در ترکیب مجلس نداشته. سودانی با ائتلافش در جایگاه اولن، مالکی در جایگاه دومه، بعد دیگه بقیه، یعنی تقریبا همون ترکیب کمابیش تکرار شده. حالا ما یعنی باید انتظار داشته باشیم که عراق با همون فرمانی که تا حالا میرفته همینطور پیش بره یا چیزی فرق خواهد کرد؟ به نظر من این انتخابات، یعنی گروه‌های سیاسی که در این انتخابات حضور داشتن نسبت به دوره‌های قبل یک دست‌تر شده. یعنی ما در دوره قبل آقای صدر رو داشتیم که تقریبا خیلی مخالف اکثریت بیت شیعی بود، مخالف همه بیت شیعی بود. تو این انتخابات این مخالفت آقای صدر با حضور ایشون همیشه کار رو برای انتخاب نخست وزیر سخت میکرد. مثلا ما هر بار که انتخابات پارلمانی داشتیم در عراق، مثلا انتخاب نخست وزیر تا اینکه بیت شیعی روی یک نفر به اجماع برسه چندین ماه طول میکشید. منتها یک فرق اساسی که این انتخابات داره اینه که آقای صدر حضور در انتخابات رو بایکوت کرده بود، تحریم کرده بود حضور در انتخابات رو و شرکت نداره. کسایی که الان شرکت کردن از طرف شیعیان که اصولا نخست وزیر برای اوناست، اکثرا عضو چارچوب هماهنگی هستن، یعنی ائتلاف چارچوب هماهنگی که در 4 سال گذشته با هم دیگه کار کردن، نخست وزیر پیشین رو انتخاب کردن و راحت تر میتونن کنار بیان منتها یعنی من فکر میکنم این انتخابات بعد از اینکه نتایجش اعلام بشه، اگر چیز واقعا غیر پیش بینی پیش نیاد، غیر قابل پیش بینی، چون در عراق همیشه آبستر صحنه سیاسی عراق همیشه آبستر اتفاقات خیلی عجیب غریبه. منتها اگر روند فعلی ادامه داشته باشه، ما بعد از این انتخابات همونطور که خودت هم اشاره کردی، چون تغییر خیلی آنچنانی هم در نتایج، مثلا ما یه نتیجه خیلی غیر منتظره نداریم، کسی که غیر منتظره افت داشته باشه یا نه، کسی که غیر منتظره تعداد آراش زیاد شده باشه. اون چه که الان نتایج هست تقریبا پیش بینی ها دربارش میشد. این گروه ها نزدیک به هم دیگه هستن و فکر میکنم که از نظر زمان تشکیل حکومت یک رکورد برای عراق محسوب بشه و بعد از اعلام نتایج سریعا بتونن دولت و پارلمان آینده رو تشکیل بدن. حالا برای برخی بینندگان که شاید خیلی با پیچیدگی‌های سیاست عراق آشنا نباشن، درسته، موضوع مقتدا صدر رو که چرا اصلا این تحریم کرد انتخابات رو، درسته من یه چیزی ازش خوندم که نوشته بود که ما با اینکه با دفع افسد به فاسد موافق نیستیم، بلکه میگیم که باید فاسد رو با صالح دفع کرد. یعنی در واقع یه جور اعتراض کرده بود که حکومت فاسده و ما نمیخوایم در این سیستم فاسد حضور داشته باشیم. ولی خب اصل مخالفتش چی بود؟ چرا تحریم کرد؟ خب ببینین، اصل مخالفت آقای صدر با آقای مالکیه. شما اگر یادتون باشه
اختلاف آقای صدر با آقای مالکی برمیگرده به اوایل سقوط صدام، یعنی 20 سال پیش برمیگرده. بله از اون زمان اختلافات این دو شروع شد. اوج اختلافاتشون زمانی بود که آقای مالکی نخست وزیر عراق بود، آقای صدر یک گروه اون زمان اسمش جیش المهدی بود اگر شما خاطرتون باشه، اون یک گروه مسلحی به اسم جیش المهدی تشکیل داده بود، در نجف بودن، اقدام علیه نیروهای آمریکایی انجام میدادن و نقش داشتن در ناامنی اون شهر به گفته آقای مالکی. آقای مالکی زمانی که نخست وزیر بود یک عملیات گسترده نظامی در نجف راه انداخت. نیروهای نظامی، یعنی اسم عملیات رو گذاشته بود صولت الفرسان، نمیدونم حالا فارسیش دقیقاً چی میشه، و آقای صدر رو به طور کامل زمینگیر کرد در نجف. حتی روایت داریم، یعنی چند روایت هست که در آخرین مقطع آقای صدر به مسجد امام علی در نجف پناه برده از ترس کشته شدن و بعد از طریق مقامات ایرانی و رایزنی که مسئولین وقت ایران انجام داده بودن، مالکی راضی شده بود که ایشون رو دستگیر نکنه و محاکمه و مجازات نکنه. منتها نیرویی که داشت اسمش جیش المهدی بود به طور کامل توسط مالکی از هم پاشیده شد. بعد از اون دیگه یعنی قضیه خونی شد بین مالکی و صدر، یک کینه دیرینه‌ای با هم داشتن. آقای صدر به تهران اومد، چند سالی اونجا تحصیل کرد، اگر خاطرتون باشه تو قم بود، تو قم مستقر بود، تحصیلات دینی داشت ادامه میداد تا اینکه برگشت به عراق و دوباره جریان سیاسیش رو راه انداخت و تونست آراء خیلی زیادی کسب کنه. وقتی که آراش زیاد شد دوباره با مالکی شاخ به شاخ شدن و اینجا نقش ایران یعنی کار بسیار سختی بود. باید بین مالکی و آقای صدر یکی رو انتخاب میکرد، چون صدر به هیچ عنوان حاضر به مذاکره و رایزنی و مصالحه با مالکی نبود، به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی. اختلاف زاویه صدر و ایران هم از اونجا شروع شد که صدر میگفتش که شما باید دست از حمایت مالکی و چیز بردارین. از اونجا اختلاف صدر و ایران هم شروع شدن، یعنی دقیقاً سر مالکی. این که چرا این رو گفتم که قضیه رو باز کنم قبل از که به انتخابات می‌خواستم بگم من خودم با یه برداشتی که همیشه داشتم در خصوص مقتدا صدر این بوده که مقتدا صدر با ایران، چون دیدیم با ایران یک بازی همیشه پیچیده‌ای میکنه، یعنی یه وقت می‌بینی سر از عربستان در میاره، یه وقت می‌بینی با ایران بده، یه وقت با ایران خوبه، یعنی خیلی رفتارهاش در مورد ایران متناقضه. من همیشه میگم صدر مشکلی با ایران نداره، الانم میگم. آره من همین میخوام بگم، برداشت من این بوده که صدر میخواد که تنها آدمه، یعنی دقیقاً ایران در عراق باشه، عراق باید فقط من باشه. صدر میخواد نقش حسن نصرالله رو در عراق برای ایران بازی کنه و خب عراق این یعنی صحنه سیاسی عراق فرق داره با لبنان، یعنی صدر میخواد فقط خودش حاکم عراق باشه، شبیه مثلا حسن نصرالله در لبنان. یعنی خب از اینجا اختلافاتش با ایران شروع، یعنی بیشتر اختلافات صدر با ایران اختلاف با دوستان ایران در عراق، نه اینکه اختلاف خیلی مثلا فکری و عمیقی با ایران داشته باشه، نه این نیست، ولی با دوستان ایران خیلی اختلاف داره و همین باعث شده که اختلافش با ایران هم بیشتر بشه. و ایران هم در عراق نخواسته که همه تخم مرغ‌هاشو در یک سبد بچینه، یعنی ایران تخم مرغ‌هاشو در سبدهای مختلف پخش کرده در عراق. در ایران از چند جهت داره در عراق کار میکنه. همین الان هم مثلا یه لینک هایی با آقای صدر دارن، مثلا
آقای صدر همین الان که مثلا شعار تظاهرات میلیونی نمیده، بیشتر به خاطر مراعات ایرانه. همین اجازه میده انتخابات آروم برگزار بشه، تظاهراتی انجام نمیده، علیه دولت فعالیتی نداره. خب اینا همه چیزا حالا از ترس یا از احترام یا هر چیزی که اسمش رو بیاریم به خاطر مراعات ایرانه. وگرنه یک واقعیتی هست، صدر هر وقت که اراده کنه میتونه 1 میلیون نفر رو به کف خیابون بغداد بیاره. قبلا این رو ثابت کرده اگر یادت باشه، چندین بار با یک بیانیه تظاهرات میلیونی در عراق راه انداخته. همین الان هم میتونه این کار رو انجام بده، ولی من فکر میکنم که بیشتر به خاطر مراعات ایران این کار رو انجام نمیده. انتخابات رو حالا برگردیم به این نکته، چرا انتخابات تحریم کرد. خب اختلافش با مالکی از اون زمان شروع شد. این اختلاف ادامه پیدا کرد تا سال 2021 انتخابات قبلی تا عراق 2020. انتخابات قبلی عراق نمیدونم 21 بود یا 22 وقتی که 21 بله آخر 2021 اون زمان صدر دوباره خواست یک سنت شکنی بکنه، چون همیشه یعنی سیاست ایران و نگاه ایران در عراق همیشه این بوده که بیت شیعی باید خودش روی یک کاندید توافق کنه و اجماع بیت شیعی روی اون کاندید باشه، بعد دیگر گروه ها، کردها، سنی ها بیان بهش رأی بدن. یعنی سیاست ایران همیشه مخالف شکاف در بیت شیعی بوده. صدر در انتخابات بعد از اینکه نتایج انتخابات 2021 اعلام شد، خب کرسی قابل توجهی آورد، 73 کرسی فکر کنم اون زمان آورد. احساس کرد خودش به تنهایی میتونه 50 به علاوه 1 پارلمان رو به دست بیاره و دولت رو تشکیل بده یعنی خارج از بیت شیعی. اومد چی کار کرد؟ اومد 73 کرسی داشت. پارتی هم حزب آقای مسعود بارزانی تعداد زیادی کرسی داشت، 34 کرسی داشت. سنی ها هم حلبوسی هم خنجر تعداد زیادی کرسی داشتن و به راحتی بکنم 190 کرسی 190 کرسی جمع کردن و گفتن که جلسه پارلمان برگزار میکنیم و نخست وزیر انتخاب میکنیم. خب این برای ایران خط قرمز بود، برای بیت شیعی خط قرمز بود. اون زمان به نظر من خب آقای قاسم سلیمانی در میدان نبود، یعنی همراه ابو مهدی مهندس حضور نداشتن در صحنه و تیم جدید ایران اومده بود. به نظر من این اولین چالش و مهمترین چالش تیم بعدی ایران در عراق بود که چطور با این مسئله دست و پنجه نرم کنن در عدم حضور آقای قاسم سلیمانی، تغییر معادلات، رأی آوردن صدر، رأی آوردن آقای بارزانی، رأی آوردن آقای حلبوسی. یک آزمون خیلی بزرگی برای تیم جدید بود که باید این مسئله رو حل می‌کردن. اونا 50 به علاوه 1 کرسی ها رو داشتن، میتونستن نخست وزیر با 50 به علاوه 1 انتخاب کنن، اما یه زیرکی انجام دادن. ما تو قانون اساسی عراق داریم میگه که خب اول باید، شما میدونید، اول پارلمان انتخاب میشه، بعد رئیس جمهور انتخاب میشه، بعد رئیس جمهور نخست وزیر رو مکلف به تشکیل حکومت میکنه. پس باید اول پارلمان تشکیل بشه. خب اون زمان پارلمان تشکیل شد. وقتی که پارلمان تشکیل شد نوبت به رئیس جمهور رسید. اگر رئیس جمهور تشکیل میشد، خب بعدش صدر میتونست نخست وزیر تعیین کنه. منتها تو قانون ما داریم رئیس جمهور عراق باید با 2/3 آرا بشه، 2/3 آرا انتخاب بشه. صدر میخواست تشکیل جلسه بده، حالا فشارهای گروه‌های شیعی یا هر نمیدونم، یعنی اطلاعی ندارم، ولی دادگاه عالی عراق گفتش که خب
حتما باید 2/3 اعضای جدید پارلمان در جلسه حضور داشته باشن تا رئیس جمهور انتخاب بشه. تا 2/3 انتخاب حضور نداشته باشن اون جلسه شرعیت نداره. خب اون زمان آقای صدر اعتراض میکرد، میگفت این حیله شرعیه، چون قانون گفته که رئیس جمهور با 2/3 اعضای حاضر در جلسه باید چیز بشه، یعنی انتخاب بشه. دادگاه میگفت نه، با 2/3 کل اعضا. برای همین یک لغتی در فرهنگ سیاسی عراق ایجاد شد به اسم ثلث معطل. یعنی خب حلبوسی و بارزانی و صدر 2/3 کل آرا رو نداشتن، 50 به علاوه 1 داشتن ولی 2/3 رو نداشتن. اگر اتحادیه میهنی اون زمان همراهی میکرد با این 3 گروه، قطعا رئیس جمهور انتخاب میشد و نخست وزیر هم از سلجوق انتخاب میشد. منتها اتحادیه میهنی همراهی نکرد، تشکیل دولت خیلی به تعویق افتاد و اسمش شد ثلث معطل. گروه های دیگه وارد پارلمان نمی شدن و اجازه تشکیل جلسه یا به حد نصاب رسیدن جلسه رو نمی دادن. برای همین جلسه تشکیل نشد. صدرم اینقدر این موضوع لفت داده شد صدر رو در یک گوشه رینگی تنها گذاشتن. شما صدای منو دارین؟ بله صدای شما هست. صدر رو اینقدر در یک گوشه رینگی تنها گذاشتن تا مجبور شد از پارلمان استعفا بده، یعنی به حالت قهرگونه یه دستوری داد، گفت همه نماینده های من، هر هفته 2-3 نماینده، ما از این پارلمان میایم بیرون، ما با فاسدین اجماع نمی کنیم، ما با فاسدین ائتلاف نمی کنیم و من کلا از این پارلمان میام بیرون. قهر کرد، از پارلمان اومد بیرون. 73 نماینده‌اش استعفا دادن و نماینده های جدید از گروه های دیگه طبق کمیسیون انتخابات دوباره جایگزین شدن و دیگه صدر از اون انتخابات اومد بیرون. برای این انتخابات هم چون قبلا اینقدر گفته بود که من با فاسدین ائتلاف نمی کنم، من با اینایی که سرقت اموال عراقی‌ها رو دارن ائتلاف نمی‌کنن و میدونست یعنی دوباره اگه شرکت میکرد راهی جز ائتلاف نداشت، لذا تصمیم گرفت که انتخابات رو تحریم کنه. هرچند که الان با این نتیجه‌ای که الان هست، مثلا 56% تقریبا میزان مشارکت بوده، یه پیروزی هم برای ایران محسوب میشه، یه پیروزی هم برای گروه‌های شیعه. یعنی ما علیرغم تحریم آقای صدر ولی مثلا حدود 15% ما افزایش مشارکت داشتیم. یعنی اینکه مشارکت بالاتر از پیش بینی ها بود دیگه، درسته؟ تقریبا در دوره قبل 40% بود اگر اشتباه نکنم. بله 40%، 41%، الان 56%. بله، پیش بینی میشد این بار مثلا 45% باشه ولی واقعا بیشتر از پیش بینی ها بود. خیلی از چه جهت این برای ایران پیروزی حساب میشه؟ خب ببینید، از این جهت که خب دور قبل واقعا برای ایران پیروزی محسوب میشد که اجازه نداد اون تحالف ثلاثی که بین آقای بارزانی و صدر و حلبوسی و خنجر بود شکل بگیره. یعنی حلبوسی و خنجر هم معرفی بکنن که اینا دو تا سیاستمدار سنی مذهب عربه. درسته. خب من گفتم شما اگر شرایط اون زمان رو در نظر بگیرین، آقای قاسم سلیمانی نبود، آقای ابو مهدی مهندس نبود، تیم جدیدی اومده بود، ایران یه مقدار هنوز در شوک نبود آقای قاسم سلیمانی بود و خیلی هنوز خودش رو جمع جور نکرده بود و این چالش بزرگ ایجاد شده بود. وقتی که اجازه ندادن این تحالف ثلاثی یا این تحالف سگانه در عراق دولت تشکیل بده، من فکر میکنم که پیروزی بزرگی برای این تیم جدید بود اون زمان. و الان هم چرا؟ الان برای ایران نه، کلا برای ائتلاف چارچوب هماهنگی، چون همیشه مثلا برای میگفتش که بله برای شیعیان، چون میگفتن که این رأیی که شیعه ها داره نصفش مال منه، ولی الان که خودش نیست مشارکت بالا رفته، کرسی شیعه ها هم تقریبا هولوش 685 رأی شده، یعنی 3-4 کرسی بیشتر شده و اونم به نظر من یه پیروزی برای اونا محسوب میشه از اون جهت، یعنی از جهت میزان مشارکت و
یعنی پر کردن کمبود آقای صدر یک پیروزی محسوب میشه. من یه چیزی این بار که در عراق بودم شنیدم گفتن که در یک جلسه‌ای که حالا اسم این جلسه رو یادم رفته ولی معمولاً واقعا بزرگان سیاسی عراقن که جمع میشن اونجا، در اونجا این آقای خمیس خنجر که الان اسم بردیم ازش و یک سرمایه‌دار بزرگ با نفوذ سنی مذهب عراقیه به عمار حکیم اونجا یادداشت میده که زمانی بوده که اسرائیل به ایران حمله میکنه در طول جنگ 12 روزه. در طول اون روزهای جنگ یادداشت میده به عمار حکیم که دیگه شما باید جمع کنید برید از اینجا. و ما دیگه از این به بعد در واقع حکومت دست ماست، یعنی مثل سابق میشه شیعه ها رو دیگه از حکومت بیرون میکنیم چون دیگه ایران نخواهد بود. و اون زمان اینجور که من شنیدم میگفتن که در واقع محافل سیاسی عراق فرض بر این بوده که این حمله اسرائیل کاری خواهد بود و جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد و داشتن به این فکر می‌کردن به بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. ولی خب این اتفاق نیفتاد. حالا الان چطوره؟ الان آیا در عراق روی ایران چطور حساب میکنن؟ یعنی فکر میکنن که در حال سرنگونیه یا نه؟ ببینین این اشتباهات محاسباتی که خیلی‌ها در جنگ 12 روز انجام دادن، برخی از سیاستمداران عراقی هم یعنی دچارش شدن، فکر می‌کردن که کار ایران تموم شده، ایران سقوط میکنه. یه واقعیتی هم هست که اگر ایران یعنی ادامه حیات سیاسی شیعیان عراق منوط به ایرانه. اگر حمایت ایران نباشه واقعا شیعیان عراق نمیتونن درباره سنی ها که حمایت مثلا کشورهای خلیج رو دارن، حمایت ترکیه رو دارن، حمایت دیگر کشورهای سنی رو دارن، یعنی دوام بیارن. این رو خود شیعی های عراق هم فکر کنم باید بدونن، یعنی ادامه حیات سیاسیشون در رأس حرم عراق منوط به حضور جمهوری اسلامی ایران و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایرانه. لذا این رو همه یعنی اکثر سیاستمداران عراقی هم میدونن. لذا این وقتی که جنگ 12 روزه چیز شد، خیلی ها در یعنی خودشون رو برای مرحله بعد از سقوط داشتن آماده می‌کردن که این اتفاق نیفتاد. منتها کاک مهرداد یک موضوعی هست، صحنه سیاسی عراق الان یعنی تقریبا خالی از یک جریان رادیکال علیه ایرانه. نه، یعنی تقریبا صحنه سیاسیش یک دست شده و همه گروه ها ارتباطی با ایران دارن، میدونن باید ارتباط داشته باشن، میدونن باید روابط خوبی داشته باشن. منتها همیشه هم یک نیم نگاهی به آمریکا دارن، یک نیم نگاه به عنوان اسپانسر مالی عراق، یعنی علیرغم اینکه تمایل به ایران دارن یا نزدیک به ایران هستن، ولی همیشه نگاهی هم به آمریکا دارن برای بحث تحریم، برای بحث افزایش قیمت دلار، پولهای عراقی که تو بانک‌های آمریکایی هست. یعنی یه بالانس خوبی رو عراق تا الان تونسته حفظ یعنی نگه داره. میخوام اینجا یه موضوعی رو اشاره کنم. این عراقی که پر از گروه‌های شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی، نیروهای هشت رو داره یا خیلی از سزا، منتها حکومت آقای سودانی در طول این 4 سال واقعا خیلی خوب تونست عراق رو از این تنش‌های منطقه‌ای دور کنه. یعنی ما در زمان آقای سودانی سقوط بشار اسد رو داشتیم، در زمان آقای سودانی حمله به لبنان و حزب الله رو داشتیم، حمله به غزه رو داشتیم، به یمن، به ایران. خب همه پیشبینی‌ها این بود که عراق هم بخشی از این جنگ منطقه‌ای بشه، ولی خب به نظر من آقای سودانی خیلی خوب تونست عراق رو یعنی تا حدود زیادی دور نگه داره. فکر می‌کنی که تو منطقه بود. فکر می‌کنی که آمریکایی‌ها هم راضی هستن که آقای سودانی به عنوان نخست وزیر باقی بمونه؟ من فکر می‌کنم نه آمریکا و نه ایران هیچ مشکلی با ادامه حضور آقای سودانی ندارن. اگر بیت شیعی روی سودانی اجماع داشته باشه، نه ایران با سودانی مشکل داره و نه آمریکا. ولی الان دیگه وضعیت خب نسبت به قبل فرق کرده دیگه. الان آمریکا داره فشار میاره روی آقای سودانی که باید هشت شعبی خلع سلاح بشه، منحل کنه باید هشت شعبی رو.
و یک فرستاده تازه هم به عراق اصلا فرستاده ویژه مثل سوریه ساوایا. بله در موردش میشه توضیح بده این فرستاده ویژه آقای ترامپ به عراق کی هست؟ خب ببینید که درخواست خلع سلاح هشت شعبی یه درخواست به نسبت درخواست‌های دیگه عراق درخواست جدیدتریه. درخواست آمریکا درخواست یعنی خلع سلاح حماس رو داده بود تا الان انجام نشده. درخواست خلع سلاح حزب الله رو داده تا الان انجام نشده. یه تفاوتی هم میان حماس و حزب الله و هشت شعبی هست. هشت شعبی نیروی رسمی عراقه، یعنی در پارلمان قانون داره و جزء سیستم امنیتی عراق محسوب میشه. یعنی یه چیزی مثل سپاه پاسداران در ایرانه دیگه تقریبا. نه به اون بزرگی و اهمیت، ولی خب بالاخره نهاد رسمیه، یعنی رسمیه. بله نیروی رسمی دولته و درست آمریکا داره فشار میاره، ولی من فکر میکنم که فشارش بیشتر برای ادغام این نیروها در وزارت دفاع. یعنی میگه این نیروها باید در وزارت دفاع ادغام بشن، نه اینکه منحل بشن. ادغام نیروها در وزارت دفاع. من فکر میکنم که علیرغم این فشارها، این به خاطر شرایط عراق و به خاطر شاید مثلا فعالیت این نیروها کنترل شده باشه، کنترل شده تر بشه کما اینکه الان هست. یعنی الان ما تحرک آنچنانی شاهد نیستیم که این نیروها انجام بدن، چه در عراق و چه در خارج از مرزها. ولی اینکه منحل بشن نمیگم غیر ممکنه، ولی دور از انتظاره. این درباره آقای مارک ساوایا هم صحبت کردیم. یه فرستاده جدیدیه که همونطور که برای لبنان، برای سوریه، برای خیلی برای ایران نماینده تعیین کرده، برای عراق هم یه تاجر قبلا ایشون تو کار ماریجوانا بوده، یعنی تاجر ماریجوانا بوده، انتخاب کرده، عراقی الاصل و مدت زیادی در آمریکا زندگی میکنه. از کجای عراقه میدونی که عرب کرد چیه؟ از کجای عراقه؟ مال دشت نینواست. از مسیحیای مسیحیه. نه مسیحیه. بله مسیحیه. آشوری یا کلدانیه. بله از دشت نینواست. و این قضیه انتخاب این نماینده آقای ترامپ برای این کشورها هم حتی در خود آمریکا هم بحث برانگیز شده. یعنی شما وقتی که سفیر آمریکا در مثلا عراق رو دارین، نماینده آقای ترامپ در عراق یعنی چی؟ یعنی این توهین به وزارت خارجه به سفارت. این بحث حتی در خود آمریکا هم مشکل ساز شده. شما میگی مثلا سفیر آمریکا در عراق، یعنی چی نماینده آقای ترامپ در عراق؟ پس سفیر کارش چیه؟ اگر به سفیر اعتماد ندارین، سفیر رو بردار، همون نفر رو سفیر کن. یعنی این موازیکاری حتی در داخل آمریکا هم تا حدودی اعتراض آفرین شده. یه نکته ای هم هست که این نماینده‌ای که آقای ترامپ انتخاب کرده، یک جوان فکر کنم 1983 باشه، متولد 1983 فکر کنم 83، یک جوانیه که چندین دهه است عراق زندگی نکرده، با بافت عراق آشنایی نداره، با چیز آشنایی نداره. قطعا نمیتونه با با یک فرمانده نیروی قدس که مثلا زمانی که ایشون به دنیا می اومده این توکوهای عراق داشته با مثلا با کردها یا با شیعه ها علیه حکومت صدام می جنگیده، رقابت کنه. خب خیلی فرقه. شما مثلا یه آقایی که 30 ساله داره اینجا زندگی میکنه، یعنی ریز و درشت بافت اجتماعی و سیاسی عراق رو بلد کار کرده و یا شما بیا یه جوونی رو انتخاب کنی که بخوای اینجا رقابت کنه با نفوذ ایران، خب به نظر من نمیتونه و کار خیلی سختی میشه. یعنی فکر میکنی که حالا پس از این به بعد با توجه به نتیجه انتخابات عراق و توجه به اینکه خواسته هایی که ترامپ در عراق داره برآورده شدنش مشکله، پس به جایگاه ایران در عراق از لحاظ میزان نفوذی که داره، گرچه نفوذ ایران کمتر شده، ولی باز خیلی مشکل بزرگی برای ایران در عراق پیش نخواهد آمد. درسته؟
به نظر من نفوذ ایران در عراق کمتر نشده، یعنی شاید شکلش تغییر کرده ولی نفوذش کمتر نشده. ایران هنوز قدرتمندترین بازیگر صحنه‌ای در عراقه و هنوز یعنی هنوز منتها من گفتم قبلا هم گفتم عراق نمیتونه نگاه کاملش به ایران باشه، قبلا نتونسته، بعد از این هم نخواهد توانست، زیرا همیشه باید یه نیم نگاهی به آمریکا و یه نیم نگاهی به روابطش با آمریکا داشته باشه، چون تا الانی هم که ما صحبت میکنیم پول فروش نفت حاصل از نفت عراق تو بانک‌های آمریکایی داره نگهداری میشه و اقتصاد عراق هم اینقدر شکننده هست که یعنی خودش رو نتونه در مقابل تحریم آمریکا سرپا نگه داره. برای همین بله ایران خیلی نفوذ داره و همونطور که گفتم قدرتمندترین بازیگر منطقه است، ولی همیشه نیم نگاهی و یک نگاهی هم به روابطش با آمریکا داشته، قبلا داشته، بعد از این هم خواهد داشت. خب این اخیراً وزیر دفاع عراق گفت که وزیر جنگ آمریکا باهاش تلفنی صحبت کرده، گفته که درسته ما قراره اونجا یک عملیاتی بکنیم و من البته ویدیو دربارش درست کردم که گفتم این وزیر دفاع عراق بیشتر با اهداف انتخاباتی این موضوع رو برای اثر گذاشتن بر انتخابات عراق این موضوع رو پیش کشیده. آیا اصلا اثر گذاشت؟ یعنی اصلا ترس از این که آمریکا ممکنه به عراق حمله کنه مثل ایران، این اساساً بر رأی مردم عراق اثری گذاشت این ترس؟ ببینین این چیز جدیدی نبود، یعنی این ترس، این شایعه پراکنی درباره حمله احتمالی البته نمیگفتن آمریکا برای حمله اسرائیل به نیروهای هشت شعبی و تأخیر انتخابات برگزار نمیشه، عراق آشوب میشه، به نیروهای هشت شعبی حمله میشه. بیشتر یعنی یه شانتاژ خبری و جو رسانه‌ای بود که خیلی‌ها نمیخواستن وارد انتخابات بشن چون میدونستن حجم فعلی کرسیاشون اونقدر نخواهد بود. برای همین یعنی نگاهشون این بود که انتخابات برگزار نشه در عراق، منتها هیچ تأثیری نداشت یعنی در نتیجه انتخابات. شاید تا حدود به نفع شیعیان بود. یکی از دلایلی که این میزان مشارکتی که الان ما شاهدش هستیم و میزان مشارکت بالاست اینه که یعنی در تقریبا 10 روز قبل از انتخابات یک جوی در استانهای دوگانه نشین عراق ایجاد شد. یعنی دوگانه نشین یعنی که هم شیعه داره هم سنی. بحث هویت اون استانها مطرح شد. آیا هویت استانی مثل بغداد هویت شیعی داره یا هویت سنی داره؟ این خیلی تأثیر داشت در کشوندن پای مردم، هم از طرف سنی‌ها و هم از طرف شیعی‌ها، اینکه بیان رأی بدن. یعنی بحث هویتی شد براشون. بحث این شد که این شهر یک شهر با بافت اکثریت شیعه یا با بافت اکثریت سنی. این خیلی تأثیر داشت در کشوندن مردم پای صندوق‌های رأی. و سوالت هم این که این سخنان وزیر دفاع، من فکر نمی‌کنم که هیچ نه تأثیری در روند انتخابات داشت و نه در نتایج انتخابات. حالا سوال آخر به کردستان عراق بپردازیم. اونجا هم فکر می‌کنم نتیجه خیلی فرقی به قبل نکرد دیگه. من دیدم که سلیمانی و کرکوک رو اتحادیه میهنی گرفته طبق معمول، اونور اربیل و حزب دموکرات گرفته، ولی آیا چیزی تغییر کرده، چیزی فرق کرده یا چیزی قراره فرق کنه؟ دو نکته تغییر کرده، دو نکته اساسی تغییر کرده. یکی این که حزب آقای بارزانی، حزب دموکرات، در اول انتخابات یک شعاری رو مطرح کرد، گفتش که ما باید 1 میلیون رأی تجاوز کنیم و تو این انتخابات تونستن 1 میلیون و نزدیک 70,000 رأی بیارن و حزب آقای بارزانی رو به بزرگترین حزب عراق تبدیل کرد. ما هیچ حزبی در عراق نداریم که 1 میلیون رأی داشته باشه. این یک پیروزی بزرگ
بزرگی برای آقای بارزانی بود از نظر معنوی. درست شماره کرسیاش همون کرسیاست به خاطر اون قانون انتخاباتی که تو عراق وجود داره، ولی از نظر معنویش تعداد آقای بارزانی 1 میلیون رأی شد و این پیروزی بزرگی بود برای آقای بارزانی. یه نکته دوم که تغییر اساسی بود توی این انتخابات تو قسمت کردنشینش این بود که نسل نو که به عنوان یک گروه اپوزیسیون حضور داشت بعد از اینکه رئیسش به خاطر انتشار، یعنی به خاطر تهدید به انتشار فیلم خصوصی یکی از نماینده های مجلسش به زندان افتاد، شمار کرسی‌هاش از 9 کرسی دوره قبل به 3 کرسی کاهش پیدا کرد. این به نظر من 2 نتیجه غیر قابل، یعنی تغییری بود که تو انتخابات کردستان ایجاد شده بود. خیلی متشکرم از تو محمد عزیز، خیلی لطف کردی. خواهش میکنم، ممنونم، خیلی خوشحال شدم استفاده کرده باشن از این اطلاعات. سلامت باشین، خیلی ممنون از شما، از بینندگانتون و همه کسانی که دارن ما رو الان میبینن. تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. قربانت، سلامت باشین.